حاجی میگن این اولین پرواز موزیکال ایرانه، خیلی به نظرم باحاله. چیه خوب میخندی صندلی چندی کمربند میبندی راه رو داری میبندی میگن بلیت داری ردیفتو داری ساکتو میذاری بالا دراشم میبندی روبرود وانستادم من واسه خنده کردنت اومدم اینجا بکنم فقط تو رو بدرقه شلک و سفت باز کو خیلی نرم و ریز به باز او دختر روس نیش باز اگه آمار دادگی روش تیز بگاز جب نه داشتم بذار ببینم چیه مقصدش یاداش استیلو ببین یارو خود همسره هواپیما رو دارم با جادو حرکت میدم دستام هم که تو جیبم بارون دهنم خریبم بیری دستم خریدن و با مقصدم غریبن همه الان خوابیدن تا تکون خورم پریدن من ندیدم جدایی داغون ترم مسیرم همه پیهن قضیهن و بعد وضعیت میتونی آوردم سورنا رو جای این میتونی بیاری ویلسون و توی فید وضعیتشون اینا که میرن بیرون هواپیما نشسته لخ میشن شخصیتشون جوریه که هنو 2 روزم نیست رفتن تا دست فوش داشته میدن طبق معمول با صندلی فشار لاپات داد اگه حضورش رود میکارم 1000 تا چکار دنی آنتی سیستم ولی میرسه داشت تا پاسکار تو یه بکس ما تو لوبتی 5000 ماشالله لوبتی 1000 ماشالله داداش میگن بلیط از کجا گرفته بودی؟ داداش بلیت لحظه آخری از سایت پته گرفته بودم ولی نمیدونم اینجا چه خبره. خیلی داره حال میده که خفه شو.